جناب مولانا کلمه مولا مشکلش چیه که اینقدر گیر دادید بشه؟ بله، این آقایون در واقع بزرگانشون اعتراف کردن به این که این نص خفی هست و صراحتی بر امامت نداره. برای اثبات امامت از جمله من کنت مولا فعلی مولا نیاز به استدلال هست، نیاز به این است که کسی بحث استدلال رو خونده باشه و قیاس بلد باشه، صغرا و کبرا بکنه تا اینکه به یک نتیجه برسه و اصول رو خونده باشه تا اینکه تحریر محل نزاع بکنه، زبان عربی رو بلد باشه تا اینکه معانی نامناسب رو و غیر مراد رو در واقع یکی یکی اونها رو ساقط بکنه تا اینکه به اصل مطلب برسن. و این جمله یعنی در واقع یک جمله کار بسیار سختی هست. بدین خاطر هم هست که بسیاری از قبلا اشاره کردم که نمیتونند که جمله من کنت مولا فعلی مولا را یک ترجمه صریح و واضح و آشکاری در واقع از این داشته باشند. و جالب اینجا هست، یعنی من هرچی فکر کردم که اینو توجیه بکنن این فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم را، اگر ما بپذیریم که واقعا رسول الله صلی الله علیه و سلم مأمور بودند برای ابلاغ امامت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه، با اون تأکید بسیار صریحی و تهدیدی که در آیه اومده که اگر این مطلب رو گفتی که گفتی، اگر نگفتی نبوت تمام زیر سوال میره. و کل انبیا هم هدفشون این بوده، تمام انبیا در واقع، و تمام این هدف جهان هستی نه تنها انبیا، و تمام اینها زیر سوال میره. بعد از این رسول الله صلی الله علیه و سلم میاد با یک جمله اینو بیان میکنه که نص خفی هست، پنهان و پوشیده هست. نهایتش شاید چند نفر شاهکار بکنند از اونها که خیلی زیرک بودند و خیلی عالم باشند و خیلی اهل استدلال و منطق باشند، شاید بتونه از این جمله در واقع ولایت و امامت رو بیان بکنن. این چه نوع ابلاغی هست؟ آیا این میشه گفت ابلاغ؟ یک جمله گنگ گفتن، اونم از کسی که افصح عرب هست، فصیح ترین و بلیغ ترین هست و جملاتش کاملا واضح و آشکار هست. این باید یک آیه بینه ای می بود، اونم در زبان عربی که زبانی فصیح ترین زبان دنیا، فصیح ترین زبان دنیا هست. زنبور 200 اسم دارن، بله. شمشیر 1000 تا اسم دارن. بله، این اسمای خیلی زیادی رو در اینجا هست. این همه برمیگرده به ظرافت کار. پس بنابراین رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر واقعا می‌خواستند که یک جمله رو بیان بکنند که دلیل بر امامت باشه، یک جمله رو میگفتند که معانی زیادی رو نداشته باشه تا اینکه شیعه مجبور نشند که اعتراف بکنند که این جمله یک جمله خفی و پوشیده هست و امامت رو نمیشه از این استدلال کرد مگر با استدلال ها و مقدمات و صغرا و کبرا. علتش این است و جالب اینجا هست که بنابر اعتراف خودشون مانند شیخ امینی در کتاب القدیر اعتراف کرده که این جمله مولا، کلمه مولا 10 معنی داره. رسول الله میخواست اعلام خلافت بکنه، ابلاغ بکنه امامت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه را، یک جمله رو در اینجا آورد، یک کلمه رو به کار برد که 10 معنی داره. ما الان از کجا بفهمیم که این از این 10 معنی کدومی که مراد رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده؟ و هیچ خودشون جالب اینجا است که نه در غدیر خم، بنابر روایت صحیح عرض میکنم، هیچ گونه اشاره به ولایت یعنی به معنی جانشینی سیدنا علی رضی الله تعالی نفرمودند. بعد از این که برگشتند از مکه از به مدینه رفتند، هیچ گونه اشاره دوباره به حدیث غدیر نکردند که ای مردم مدینه شما نبودید در غدیر خم اتفاقی افتاد جانشین من تعیین شد، خطبه خونده باشند. اصلا اتفاقی نیفتاده. این که رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان بعد از این جریان حداقلش علی رو یک زمینه سازی بکنند، پیش نمازش بکنند که علی از این به بعد که شما جانشین من هستی، شما چند روزی به جای من نماز بخون، یا مثلا امارتی رو بهش داده باشند، یا اینکه وظیفه داده باشند که با کسانی که میاند و وفودی که میاند شما برو با اونها در واقع عهد و پیمان ببند، یا امور حکومت رو حداقل به ایشان بسپاره. هیچ چنین اتفاقی در زمان رسول الله صلی الله علیه و در واقع نیفتاده بود. ببینید در اینجا اعتراف علامه امینی رو من ذکر میکنم، معانی رو که در اینجا داره. میگه بعد ان علمنا، از کتاب از مکتبه من اینو چاپی گرفتم، کتابخانه اهل بیت نسخه دوم، کتاب القدیر و قدیر شیخ امینی جلد 1 صفحه 362 این کتاب هست. بعداً علمنا ان شيء من معاني المولى المنتهيه الى 27 معنى لا يمكن ارادته في الحديث. میگه که بعد از این که ما به این نتیجه رسیدیم که معانی 27 گانه این مولا در اینجا نمیتونه مراد بشه، ایشون اومدند این معانی رو ذکر کردند و یکی یکی اینا رو بررسی کردند. 16
11 جلد کتاب ننوشتن الکی، فقط به خاطر اینکه اثبات بکنند که کلمه مولا به معنی امامت میاد. این همه استدلال لازم است. ایشون اومدن در این جلد بعد از اینکه معنی 27 گانه را در واقع ذکر کرده، هر یکی را جداگانه ذکر کرده که این معنی اشکالش این است، این معنی اشکالش این است، این معنی اشکالش این است، تا اینکه نهایتاً بتونه استدلال بکنه که منظور ولایت است. که این استدلال هم استدلال سقیم و در واقع غیر مفیدی هست که ان شاء الله به اون هم خواهیم پرداخت. به هر صورت من فقط در اینجا منظورم این است که این معانی مشترک، معانی متعدد این جمله، این مطلب و این نکته رو و کلمه رو بیان بکنم. و هی معانی کلمه مولا چی است؟ و هی الرب به معنی پروردگار، العم ابن العم، الابن ابن الاخت، بله خواهرزاده، المعتق و المعتق یعنی کسی که برده رو آزاد کرده، کسی که آزاد شده، العبد، المالک، التابع، المنعم علیه، الشریک، الحلیف، الصاحب، الجار، النزیل، الصهر، القریب، المنعم، الفقید، الولی، الاولی بالشیء، السید، المحب، الناصر، المتصرف بالامر والمتولی فی الامر. گرچه این مواردی هست که بزور اینها رو میخواسته که غالب بکنه که جز معانی این کلمه نیستن. الان به هر صورت ما قبول بکنیم که 27 را معنی در اینجا علامه امینی در اینجا آورده. الان این جمله رو شما بدید دست هر یک شیعی، الان اهم از این که شیعه عجمش که هیچی، ایرانی خودمون که بمانند به جای خودشون، همون شیعه هایی که عرب هستند این جمله رو بهش بده که از این موارد شما کدوم یکی منظور رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده. این واقعا دیگه این بدتر از همون ابلاغ نمیکرد، بهتر از این بود که ابلاغ بکنه با یک کلمه ای که 27 تا معنی داشته باشه. احراج تا ابلاغ قطعا این گونه است. و اگر یعنی اینو یعنی واقعا یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله نمیخواستند این مطلب رو بیان بکنند و بیان هم نکردند با این جملاتی، این جمله‌ای که بیان شده که 27 معنی بیان شده، پس من از این بیان همون اصلا بیان نمی‌کردند، بهتر از این. پس بنابراین این سبب شده که خود بزرگان شیعه اعتراف بکنند که این جمله یک جمله بسیار مبهمی هست و استدلال از این که بیام استدلال برای امامت بکنیم بسیار سخته و نهایتا غدیر در کتاب الغدیر و کتاب دیگر آوردند اینو این تعبیر کردند که الاولی بالشیء. این جمله را این کلمه را دوستان نمایش بدن که گفتن الاولی بالشیء هست، یعنی برتر، اولاتر هست. این اولاتر خودش صدها معنی دیگه داره. اولاتر به چی هست؟ همون گونه که علی رسول الله اولاتر، گرچه در روایت اومده، من اینو انشالله در جلسه دیگر عرض خواهم کرد که اولا بودن رسول الله به چی معنی هست در روایت خود شیعه، به معنی این که ایشون پیامبر هستند یا اولا به معنی جانشین باشه. به این صورت به این معنی نیست. اولا به جان مردم هست، اولا به نام مردم، به مال مردم هست، اولا به محبت مردم هست، اولا به دشمنی هست، اولا به زن و بچه مردم هست. اولا به چی هست؟ این خودش باز یک جمله خیلی مشترک یعنی معنی خیلی زیادی داره که استدلال از اون باز هم یک چالش کاملا جداگانه است.